سلام، من محمدم و توی این ویدیو قصد دارم از تجربه خودم از مصونیت رباط صلیبی و عمل رباط صلیبی زانو با شما صحبت کنم و تجربیات خودم رو با شما به اشتراک بذارم. من قصد دارم یه سری ویدیو درست کنم که تجربه خودم از قبل عمل، بعد عمل توی ماه‌های مختلف، حالا بعد از عمل رو با شما به اشتراک بذارم که توی ویدیوهای مختلف این تجربیات و یه سری تمریناتی که برای برگردوندن اون توانایی قبلیم استفاده می‌کردم و با شما به اشتراک بذارم. در پایان همین ویدیو هم یه سری تمرینات پایه‌ای برای شروع میذارم که امیدوارم براتون مفید باشه و بتونه بهتون کمک کنه. اگر این مسئولیت واسه خودتون یا اطرافیانتون اتفاق افتاده، امیدوارم که این ویدیو بتونه بهتون کمک کنه که توی این مسیری که برای برگردوندن تواناییتون در پیش دارید بتونه بهتون کمک کنه. یا اگر دچار این مسئولیت نشدید، بتونید حالا با یه سری از کارهایی که الان میگم بتونید پیشگیری کنید از این پارگی رباط صلیبی. اول اینکه بگم من خودم چجوری مصدوم شدم. من خودم رزمی کار میکنم و توی یکی از تمرینات بدنسازی رزمی، توی یکی از پرشا و حالا تو اون جهشا روی پای راستم فرود اومدم و فشار زیادی به زانوی راستم اومد و رباط صلیبی پام پاره شد. و پیشنهاد میدم که اگر واسه خودتون یا اطرافیانتون این اتفاق میفته، حالا همون روز یا یکی دو روز نهایت بعد از این اتفاق به پزشک متخصص مراجعه کنید و عکس MRI بگیرید تا از اون پارگی یا مصدومیت زانو اطمینان حاصل کنید. و تو این مدتی که حالا دارید این کارا رو انجام میدید، بهتره که جهش یا پرشی روی زانوتون نداشته باشید و تمریناتی که قبلا انجام میدادید و متوقف کنید و هیچ تمریناتی نداشته باشید و فقط استراحت کنید و از انداختن فشار زیادی روی پا، بلند کردن وزنه‌های سنگینی، اجسام سنگینم جلوگیری کنید که فشار زیادی به پا نیاره. حالا بعد اینکه از این مسئولیت اطمینان حاصل کردید و دیگه مطمئن شدید که پارگیه و قصدتونم عمل کردن این زانوتون بود، حالا این نکته رو باید توجه کنید که یه مسیر طولانی رو باید در پیش دارید و یه بازه زمانی طولانی رو باید در نظر بگیرید برای برگردوندن اون توانایی قبلیتون. این بازه زمانی طولانی که میگم تقریبا بین 6 ماه، 8 ماه، 9 ماه تا 12 ماه ممکنه طول بکشه. این مینیمم رنجی که گفتم، حالا 6 ماه تا 8 ماه، برای یه سری افرادی که مثل بازیکن‌های حرفه‌ای که توی تیم‌های مطرح جهان دارن فعالیت میکنن هستش که پزشک تیمشون به صورت مداوم بالا سرشونه و تمرینات پیشرفته و متخصص حالا خودشون رو انجام میدن و فیزیوتراپی‌های پیشرفته خودشونو دارن و میتونن توی این بازه زمانی کم برگردن. ولی افرادی مثل حالا من یا شما که توی حالا خیلی تیم‌های مطرح فعالیت نمی‌کنیم و این اتفاق واسمون افتاده، این بازه زمانی تقریباً از 9 ماه شروع میشه تا 12 ماه، 15 ماه تا 18 ماه که اون زانو یا پا برگرده به اون توانایی که قبلا داشتیم. و بهتره که توی این مسیر عجله نکنید و مداوم پیش برید و خیلی عجله نکنید که بگید زودتر برگردم به اون تمرینم. و اگر مثلا میخواهید که برگردید به اون ورزشتون و به اون تمرینات قبلیتون، بهتره که مثلا باید این مداوم تمرین کردن و استمرار داشته باشید و صبر رو داشته باشید توی این مسیر. قبل از عمل چیزی که به من کمک کرد این بود که فیزیوتراپی قبل از عمل رفتم که دکتر خودم به پیشنهاد کرد و رفتم و یه سری از دکترها پیشنهاد میدن، یه سری از دکترها پیشنهاد نمیدن واسه عمل. برای من خیلی مفید بود چون به نوعی اون عضلات زانو و پا رو آماده کرد برای انجام اون عمل و توی روند بهبودی پا بعد از عملم خیلی تاثیرات مثبتی گذاشتش. و اینکه توی این مدتی که دارید این تمرینات انجام میدید
و تمرینات فیزیوتراپی که دارید انجام میدید، بهتره که اگه تمرینی دکترتون بهتون انجام میده با مشاوره با همون پزشکتون و متخصص فیزیوتراپیتون انجام میدید و اگه تمریناتی که تو اینترنت میبینید، تمریناتی خود من میذارم و یه مشورتی با پزشکتون بکنید بعد انجامش بدید. یه توضیح مختصری بدم که اصلا رباط صلیبی چیه، چطور پاره میشه و اصلا قضیهش چیه. رباط صلیبی یا ACL یکی از 4 تا رباطیه که توی زانوی ما هستش و این 4 تا رباط وظیفه نگه داشتن اون محل اتصال استخوان ساق پا و ران پا رو به هم دارن که 2 تا رباط از طرفین نگه داشتن که MCL و LCL هستن. MCL رباط داخلی زانوه و LCL هم رباط خارجی زانو و بین اینا و دقیقاً وسط زانو 2 تا رباط دیگه هستن که به شکل تقریباً صلیبی مانند و روی هم قرار گرفته هستن که اونی که جلوتر رباط ACL رباط صلیبی قدامی و یکی دیگه هم هستش که PCR یا رباط خلفی. و بعد از پارگی زانو ورم میکنه و متورم میشه که طبیعیه، نگرانش نباشید. بهتره که حالا با پزشک خودتون مشورت کنید، اون اقداماتی که دکتر میگه رو انجام بدید. بعد از عمل یه سری اقدامات که خیلی مهمه انجام بدید و من خودم حالا انجام دادم و تاثیرات مثبتی گرفتم، اینه که تقریبا یه بازه زمانی بین 3 هفته تا 4 هفته بعد از عمل شما باید به صورت کامل استراحت کنید و هیچ فعالیتی نداشته باشید که اصلا نمیتونید هم داشته باشید، چون پاتون کلن بی‌حس و سر تا تقریبا 1 هفته اول ممکنه که درد شدیدی داشته باشید، بیخوابی‌های زیادی داشته باشید، مثلا توی 1 هفته اول روزی 1-2 ساعت بتونید بخوابید که این مسیر طولانی رو با در نظر بگیرید که سختیش هم مثلا اون اولش شروع میشه و این 3-4 هفته رو که در خونه دارید استراحت میکنید و بهتره که هیچ جابجایی زیادی نداشته باشید، هیچ تحرک زیادی نداشته باشید و فقط استراحت بدید زانوتون رو و اون دارویی که دکترتون میگن رو مصرف کنید تا پاتون تقریبا به یه شرایطی برسه که آماده فیزیوتراپی رفتن بشه. برای من تقریبا 20-21 روز بعد از عمل پام، تقریبا 3 هفته بعد از عمل پام، دکتر فیزیوتراپی برای من شروع کرد و رفتم برای فیزیوتراپی و نکته‌ای که حالا قابل توجه بود این بود که فیزیوتراپی رفتنتون رو خیلی جدی بگیرید که تقریبا اصلی ترین عاملی که مثلا میتونه شما رو برگردونه و اون قدرت زانوتون رو برگردونه، اولین و اصلی ترینش بعد از عمل همین فیزیوتراپی رفتنه. تقریبا اگر بخوایم حساب کنیم این فرایند بازتوانی زانو و آسیب دیدگی رباط صلیبی اگر با عمل رباط صلیبی شروع بشه، عمل رباط صلیبی تقریبا میشه گفت 10% این بازه زمانی که شما در نظر گرفتیده. 90% مابقیش بعد از عمله که مراقبتایی که شما دارید، فیزیوتراپی هایی که میرید، آب درمانی هایی که میرید و تمریناتی که انجام میدید به صورت مداوم باشه، ایناست که میتونه اون توانایی قبلتون رو به شما برگردونه. و اینکه حالا وقتی که اون تمرینات فیزیوتراپیشون شروع شد به صورت مداوم برید. حالا اگه پزشکتون بهتون گفته که یه روز در میون برید و این پیشنهاد رو بهتون داده، همون رو به حرفش گوش کنید. ولی اگه گفته به صورت مداوم و روزانه برید، بینش فاصله نندازید، چون ممکنه که توی نتیجه که میخواید بگیرید نتیجه منفی بذاره یا اصلا نتیجه که قبل گرفتیدم اونا رو کلا از بین ببره. پس بهتره که این استمرار و مداومت توی این مسیر داشته باشید. و نکته‌ای که توی بعد از شروع فرآیند فیزیوتراپی ممکنه که بهتون کمک کنه اینه که یه سری تمرینات هستن که حالا خود دکتر با توجه به پیشرفت شما بهتون میگه که ممکنه هر 10 روز یه بار یا اصلا هر هفته یه بار یه تمرین بهتون بگه که اونا رو انجام بدید. و مهمترین چیز بعد از عمل حالا برای من و افرادی که حالا این اتفاق واسهشون افتاده بود، من خودم شنیدم و تجربی که خودم داشتم این بود که
بتونید بعد از عمل زانوتون رو صاف کنید، که بعد از عمل شما چون در حالت استراحت هستید، زانو یه حالت خمی داره به خودش میگیره که اگر بعد از شروع فرآیند فیزیوتراپی و شروع اون فرآیند بازسوانیتون اون صاف شدن زانوتون رو خیلی جدی نگیرید و خیلی درستش نکنید، ممکنه که تاثیرات خیلی منفی داشته باشه. عضلات پاتون کوتاه بشه، بعدن اگه پاتون قشنگ خوب شد توی راه رفتنتون شاید یه ایراداتی به وجود بیاد، یا اصلا در شرایطی بوده که اون عمل رباط صلیبی هم کلا نتیجهش رو از بین برده. پس این صاف شدن زانو اولین نکته است که میتونه به شما خیلی کمک کنه. بهتره که توی این مسیری که در پیش دارید این مقایسه کردن خودتون با بقیه و پیشرفت خودتون با پیشرفت‌های بقیه رو کنار بذارید، چون احتمالاً براتون پیش بیاد که وقتی به مطب دکتر یا مطب فیزیوتراپ مراجعه میکنید کسانی هم پیش شما باشن که این اتفاق واسشون افتاده و توی اون بازه زمانی مشخصی که حالا با هم دیگه داشتید ممکنه مثلا جفتتون هم توی 2 ماه یا 1 ماه بوده که عمل کرده باشید، ولی طرف مقابلتون نتیجه بهتری داشته باشه. با خودتون مقایسش نکنید که چرا من نتیجه بهتری نگرفتم و عجله بخواید کنید توی این فرآیندتون. فعلا تمرکزتون روی تمرینات خودتون باشه که بتونید نتیجه بهتری بگیرید و توی این فرآیند عجله نکنید یا خودسر هیچ تمرینی انجام ندید. اگر تمرینی رو من بهتون پیشنهاد میدم یا کسی دیگه بهتون پیشنهاد میده رو زیر نظر پزشک خودتون در استفاده کنید و باش در میون بذارید و تمرینات رو بهش نشون بدید و اگه اوکی داد انجام بدید. در ادامه همین ویدیو یه سری تمرینات پایه‌ای که برای تقریبا 2 ماه اول فیزیوتراپی بودش رو میذارم که بهتون کمک کنه که بتونید به اون توانایی که قبلا داشتید برسید. چیزی که خیلی میتونه کمک کنه اینه که فقط به اون فیزیوتراپی رفتن و حالا اون 1 ساعت 2 ساعت که توی فیزیوتراپی هستید قانع نشید و توی این 24 ساعت که 2 ساعتش حالا توی فیزیوتراپی هستید و مابقیش توی خونتون هستید، اون تمریناتی که پزشکتون میگه و تمریناتی که برای صاف کردن زانوتون میگه رو توی خونه انجام بدید، که اگه انجام ندید ممکنه که نتیجه منفی بگیرید یا بازه زمانیتون خیلی طولانی تر شه. حالا توی کامنت ها اگر هر سوالی توی این رابطه داشتید، اگه واسه خودتون اتفاق افتاده، اگه واسه اطرافیانتون اتفاق افتاده، توی کامنت ها ازم بپرسید، حتما جواب میدم و اگه سوالاتتون خیلی تخصصی و مهم بوده تو ویدیوهای بعدی میارم و اون سوالاتتون رو پاسخ میدم و اون تمرینات رو بهتون میگم. امیدوارم که این ویدیو واسهتون مفید بوده باشه. خوشحال میشم اگه این ویدیو اگه واسهتون مفید بوده لایک کنید و نظرتون رو توی کامنت بهم بگید و خیلی خوشحال میشم اگه توی کانال من جوین بشید و سابسکرایب کنید. خیلی ممنون که تا اینجای این ویدیو رو مشاهده کردید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدارتون.